خب عسلیا، صورتمو شستم. چقدر حس خوبی دارم. ببخشید. خب الان میخوام بهتون بگم که میخوام چی بزنم. اول از همه که من بعد از شستن صورتم با محصول کوزارکس از تونر 77 استفاده میکنم. ضد التهابه و برای پوستای چرب و جوشدار خیلی خوبه. بچه‌ها من همه این محصولات برند رو توی شاپم موجود دارم و همش هم مستقیم از خود کره جنوبی میخرم. آشنا دارم اونجا. بله هاکو، نمیتونی بیای تو، میای همه وسایلمو خراب میکنی. هاکو رو اگه توی اتاق خواب راه بدم نابود میکنه همه چی. خب بچه ها بعد از اون من گیج شدم. هاکو تمرکز منو از چرا اذیت میکنی؟ بیا تو، بیا. خب از دکتر التیا میزنیم. نه ولی امشب از دکتر التیا نمیخوام بزنم. از محبوب قلب ها میخوام بزنم. ببخشید بچه ها. از آبرسانه کاسه کوزارکس پره یه مقدار خیلی کم امشب میزنم. چیه؟ راش داری داخل؟ مجبورم کرد. اذیت میکنه بچه. کمرم شکست و یه کاری میکنیم. یک لحظه اینو اینجا بذارم راحت و آسوده روی صندلیم بشینم. بیا یکم بچه رو بردار. این کجه چرا؟ اوخی وسایلمو پیدا نمی کنم. میشه این پیشیرم با خودت ببری لطفا؟ هاکو بودو بیرون. مامان بیا، مامانی کار داره. بیا منو راحت بذار. نه یعنی برو. آی اینم دور چشمم بود. دور چشمم آنچنان خوب نیست، برای همین معرفی نمی کنم. هاکو خب ولش کن، اگه اذیت نکرد ولش کن دیگه. چی میخواستم بزنم؟ ترمیم کننده من بزنم. بچه من حتما ترمیم کننده میزنم به پوستم، چون که تقریبا یه مقدار پوستم همیشه ملتهب به اینجا هم قرمز میشه، برای همین حتما ترمیم کننده میزنم. خب اینو رد میشیم ازش.